ساخت ایران شرکت محک. از کاربردی بودن این دستگاه هر چی بهتون بگم کم گفتم. خوراک کار کساییه که به صورت حرفه‌ای کارشون با چوب و فلزه. مدل BDS 9080 موتور خیلی قدرتمند و کیفیت ساخت خیلی بالایی داره. برای همین توی صنایع چوب، فلزکاری، نجاری، ساخت و ساز تو مقیاس بزرگ و سنگین کاربرد داره. از طرف یه نسخه دیگه هم داره که از نظر ابعاد و امکانات جوری طراحی شده که هنرمندایی که سازهای چوبی دستساز و ظریف و جزئیات میسازن بتونن راحت ازش استفاده کنن. دو مدل مختلف سنباد تسمه‌ای پشت باز و پشت بسته، پایه‌های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش و توی مدل GD 125-1 سنباد صفحه‌ای پشت گگدار و نواری و سنگ سایش 12.5 سانت راحت کارو در میاره. توی کامنت ها برام بنویسید سنباد نواری که قیمت و اطلاعاتش رو واسهتون تو دایرکت بفرستم و یادتون باشه مهمه که چه ابزاری رو انتخاب